این زمین های جماعت بیسولگی نویه فرخور دهه غلبه. این زمین های کشت این را زهبر و زهکش میگویند. قریب که پرشیدگی کار نکرده طول 4-5 سال. این دریای قزل سو نزدیک اومده بین زمین را مقصد چپا کرده برده است. این دریای سرخانه زمین ها زیاده از 50 هکتار زمین همین دریا چپا کرده با هم خیلی ریگزار مبادل گردونده. نه که بهاری همون زمین هایی که با نوار رسیم اول همون زمین ها میگیم با کوی همین دریا می رود. این دریا مثل اژدها زمین ها را خورده رفته است. نه رئیس ناحیه نه از جماعت نه چی زمین یگان کس ندیده ایجاره گویا که ندیده. همین جای دریا را که میبینیم همینجا همش زمین های جماعتی بیسولگی بود. اونها پره ریگزار شده رفته رنگ بیابون زیاده 1 کیلومتر ایست دریا چپا کرده اومده.